الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 22 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله الحکم بما انزل الله است و المتحکم الیه. ما حالا باشد در این حلقه ان شاء الله سبحانه و تعالی به شما نمودهای انحراف در حکم الله را بیان خواهیم کرد. نسبت حکم الله سبحانه و تعالی، یا بگیم در حکم الله سبحانه و تعالی انحراف و گمراهی ها وجود دارد و همین یک چند نمود است. و از عموم نظر بکنید، از جهت عموم تمام گمراهی ها و تمام انحراف، راههای انحراف در حکم الله سبحانه و تعالی از سه راه است. اولین نمود انحراف در حکم الله سبحانه و تعالی این تحریف است. تحریف حکم الله تعالی. تحریف یعنی چی؟ یعنی تغییر، تحریف کردن. البته تحریف کردن دو نمود است: تحریف نصی و لفظی به مانند تحریف یهود که الله سبحانه و تعالی در سوره موعده 41 ذکر میکرد: یحرفون الکلمه عن مواضعه. کلمه ها را از موضعش تحریف میکنند، یعنی کلمه ها را دیگر میکنند. کلمه هایی که در قرآن و سنت در مسئله حکم الله آمدگی هست، این کلمه ها را دیگر میکنند، عوض میکنند، والعیاذ بالله. همچنین تحریف، یک نمود تحریف همچنین است، مثل یهود. و نمود دوم تحریف، تغییر دادن، این تحریف معنوی هست. یعنی ظاهر نص، ظاهر آیت قرآن یا ظاهر حدیث چخیلی که هست باقی میماند، اما معنای این آیت یا معنای این حدیث را تغییر میدهند، دیگر معنا میدهند. برای این علما میگن تحریف معنوی. تحریف معنوی در حالت تفسیر کردن به وجود می آید. یعنی نص یعنی قرآن و سنت را، وقتی که ما نص میگیم یعنی قرآن و سنت را، آیات های قرآن و احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و در نظر داریم، کلمه علمی نص گفته میشود. آیات و احادیث را تفسیر میکنند و معنی داد میکنند به معنی دادی خطا، به غیر معنی که الله و رسولش میخوان. این تحریف است و علما میگن از همه خطرناکترین تحریف همین است. سبحان الله، در این امت، در امت اسلام هم همین چیز به وجود آمد و امروز بسیارند کسانی و فرقه هایی که خودشون را به اسلام نسبت میتیند و کلام الله سبحانه و تعالی و کلام رسولش، آیات های الله و سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، معنایش را در حالت معنی داد کردن، در حالت تفسیر به دیگر معنا تفسیر میکنند، به همون معنایی که الله و رسولش خواسته است و اراده کرده است نه. و البته تحریف کنندگان در این امت به نهایت به دین الله بازی کردند، به نهایت کلام الله را و کلام رسولش را به غیر معنایش تفسیر کردند. مثلا اگر شما خواهید که در این مسئله باز بفهمید که در کدام موضوع ها بسیارتر تحریف شد، بسیارتر تحریفی که شد در موضوع صفات های الله بود سبحانه و تعالی. در این امت تحریفگران به نهایت زیاد صفات های الله را تحریف کردند. اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی ها، رافضه ها، خوارج ها و غیره، معتزله ها، قدریه، جهمیه، کلابی و کرامی، تمام فرقه های بدعتی والعیاذ بالله.
صفتهای الله را تحریف کردند، یعنی معنیش را تغییر دادند، در حالتی که صفتهای الله را در حالت معنی داد کردند تحریف کردند و این چنین معنای جهاد را تحریف کردند. به مانند جهمی ها، مرجئه ها و این چنین مسئله الولاء و البراء را تحریف کردند. خصوصا در همین عصر ما الولاء و البراء که از بزرگترین عبادت است، الولاء بالمؤمنین و البراء بالکافرین و المشرکین، این دو بزرگترین عبادت که از اصل ایمان است، این تحریف کردند، به دیگر معنا بها دادند، به دیگر معنا بیان کردند و ببینید علمای طاغوتی این چنین خدمت میکنند. این تحریف بود، یعنی اولین نمود انحراف در حکم الله این تحریف کردن بود. در حکم الله هم تحریف کردند، حکم الله را هم تحریف کردند. یکی از مثال ها همین است که امروز در مسئله حکم نظر کنید، تحریف کردند، معنای حکم را دیگر کردند، یا که توحید در حکم را بیان نکردند و پنهان کردند، شرک در حکم را پنهان کردند، گفتند حکم کردن به حکم غیر الله شرک نیست و غیره، پنهان کردند و تحریف کردند و این اولین سبب انحراف در حکم بود. سبب انحراف در حکم الله این تحریف است. و دومین سبب این التبعیض و التفریق است، میگن علما، یعنی بعضی از شریعت را گرفتن و بعضی قسم شریعت را نگرفتن. بمانند این که بعضی از دولت‌های عربی هست که خودش را دولت اسلام میگد تحکیم شریعت را در منازعات اسریه، یعنی مسائل اسروی میگیرند، یعنی قانون شریعت را فقط قسم اویلویش را میگیریم برای حل و فصل کردن منازعات های اسری اویلوی. مشکلی های اویله را به قانون شریعت حل میکنیم گفتند، اما حکم شریعت را در مسئله سیاست، در مسئله تجارت، در مسئله اقتصاد، در مسئله علاقات های دولت ها بین همدیگرش علاقات کردن که در همه این مسئله حکم شریعت است، نگفتن اینو شما نمیگیریم. مثلا مصر قانون های اسرویش قانونی گویا که شرعی است، البته در درونش وجود دارد اختلافات لیکن عموم، اما در مسائل سیاست، در مسائل تجارت، در مسائل اقتصاد، در مسائل علاقات های دولتی و در این مسائل یگان ذره اسلامی نیست و دموکراتی علمانی کفری است. اما بعضی از مدخلی ها، جامی ها، سبحان الله، گمراه ها، جهمی ها میگن که دولت اسلامی است، والعیاذ بالله. الله به این چنین انسان هایی که یک قسم از شریعت را میگیرند و قسم دیگرش را نمیگیرند میگوید افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا شما به بعضی کتاب ایمان میآورید و قبول میکنید و بعضی دیگرش را کفر میورزید و قبول نمیکنید؟ سوره بقره 85. هر کسی که یک ذره از شریعت را قبول نکند، انکار کند یا که قبول نکند، در تطبیقش کفر است، مشرک است. سوم سبب انحراف در حکم الله سبحانه و تعالی این حجر کردن حکم الله است، ترک کردن حکم به کتاب الله و سنت رسولش است. انحراف و گمراهی انحراف است. الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان آیه 30 گفت وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ای رب من، هر آینه به درستی که قوم من این قرآن را مهجور قرار دادند، مهجور کردند، ترک کردند. و از همه بزرگترین هجر قرآن این بعد از ایمان آوردن به قرآن، هجر و ترک کردن قرآن، این تحکیم نکردن به قرآن است، یعنی حکم نکردن به حکم الله و رسول. ابن القیم الجوزی در کتاب الفوائد میگن که و من هجر القرآن، میگن که و من هجر القرآن هجر تحکیمه و التحکم الیه، و از هجر کردن قرآن این هجر کردن تحکیم قرآن، یعنی حکم کردن به قرآن و التحکم الیه و مراجعت کردن در محکمه شرعی یا به محکمه بما انزل الله. هر کسی که به حکم الله حکم نمی کند، هر کسی که مراجعت به محکمه های الله نمی کند، البته قرآن را هجر کرده است. پس برادران و خواهران عزیز، ببینید که با همین سه نمود شما می توانید بفهمید که انحراف در حکم الله به وجود آمده است. پس
زمانی که حکم کردن به حکم الله ترک کرده شد، زمانی که الحکم بما انزل الله ترک شد، زمانی که حاکمان و مردم از حکم الله اعراض کردند، البته سبحان الله مشکلی ها و مصیبت ها به وجود آمد. اما اینجا یک سوال است که کدام چیز و کدام عمل و کدام صفت ها سبب شد که مردم حکم الله را ترک کردند، یا کدام نمود انسان ها و به کدام سبب ها حکم الله را ترک میکنند. البته وصف هایی که ما گفته بودیم در حلقه گذشته 10 وصف بعد از ترک کردن حکم الله بود. یعنی هر کسی که حکم الله را ترک کند کافر است و ظالم است و فاسق است و ایمان ندارد و منافق است و اراده کفر طاغوت دارد و مشرک و مقلد بالکفار و غیره. اما حالا باشد به کدام سبب حکم الله را ترک میکنند؟ کسانی که حکم الله را نمیخوانند سبب چی؟ سبب اول این است که اونها سبحان الله حکم بما انزل الله را بد میبینند، کراهیت دارند نسبت حکم الله و رسولش. چگونه که در سوره قرآن این چیز ذکر شده است. و سبب دوم این است که بسیار کسانی که حکم الله را نمیخوانند یا که حکم کردن بما انزل الله را نمیخوانند یا که از حکم الله اعراض کردند و روی تافتند، میبینید که اینها موالات بر کفار دارند، اونها دوستان کافرانند. کسانی که دوست کافرانند، کسانی که موالات بر کفار دارند، کسانی که برنامه کفار را قبول کرده اند و کسانی که رکون سرخم کرده اند در نزد کفار و کسانی که نقشه کفار را پیش میبرند، انمینها ترک حکم الله کردند، انمینها روی از حکم الله گرداندند. این چنین انسان ها، کسانی که موالات کفار دارند، سعی و کوشش و تلاش میکنند که کافرها از اونها راضی بشوند. سبحان الله دوستی میکنند، سرخم میکنند، در نزد اونها خودشون خوارزار میکنند، اطاعت به کفار میکنند، موافقت به کفار میکنند، هم در نمود ظاهری و هم در اندیشه و فکر، هم در نمود زندگی خودشون به اونها تشبیه میدهند. کافرها را بزرگ میشمارند و در نزد کافران یعنی به کافران اعجاب میکنند، از کافران خوششون میاد و راه و منهج اونها را در زندگی و در برنامه و در دولت سازی و در اداره و در و غیره همه اونها را قبول دارند و از همین خوششون میاد. انا همین چنین انسان ها البته ترک حکم الله میکنند، همین چنین انسان ها روی از حکم الله میگیرند و همین موالات کردنشان به کفار و دوستداری کفارش سبب شده است که حکم الله را ترک کنند. سبحان الله. بله، بعض گناه هست که بعد از خودش یک گناه دیگر رو به وجود میاد. این کفر، موالات کفار، این کفر است، این کفر اکبر است که الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت به ما خبر داده است. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا را اولیای خود نگیرید، دوست خود نگیرید، یعنی به اونها دوستی نکنید. بزرگترین موالات به کفار چیست؟ شیخ علی بن خضیر الخضیر، سلیمان العلوان، شیخ خالد المرض الغامدی و غیره میگند، حتی شیخ در کتاب الحکم بما انزل الله، شیخ عبدالرحمن ابن محمود حفظه الله و فک اسره میگن که بزرگترین موالات کفار این تطبیق کردن قانونهای ساخته همون هاست، تطبیق کردن برنامه های همون هاست، همین تطبیق کردن دموکرات علمانی لیبرالی است. بزرگترین موالات به کفار به نقشه اونها کار کردن، اونها را خوب و درست و نقشهشون را خوب گفتن و برای راضیگی اونها حرکت کردن و در درس اونها بودن، این بزرگترین موالات است، این کفر اکبر است. وقتی که انسان موالات کرد، بعد سببش چی می شود؟ عاقبتش این است که حکم الله را ترک میکند و روی از حکم الله میگردد، بمانند حزب نهضت، بمانند گروه 24 که اینها به کفر موالات، به موالات واقع شده هستند، به موالات کفار. و سومین بدی که سبب می شود که ترک حکم
کرده شود و روی از حکم الله سبحانه و تعالی کرده شود، گردانیده شود، این استکبار است. استکبار از چی؟ از حق. کفر استکبار، الاستکبار والامتناع والاباء. برای من علما میگن الاستکبار عن الحق والامتناع والاباء. استکبار یعنی کبر کردن از قبول کردن حق. امتناع و ایبا سرکشی کردن از قبول کردن حق. پای در پای، پای در پای، پیوسته قبول نکردن حق. قسم با الله من به چقدر انسان هایی که خود را مخلص می شمارند و به خاطر همین راهشون تمامی زندگیشون را صرف کردن صحبت کردم در مسئله حکم الله، بحثا شد، مناقشه های شدید شد. انسان هایی که حیاتشون را گویا برای اسلام بخشیدند، همچنین انسان ها همراه اونها بحث کردیم. سبحان الله از حق کبر میکنند. کبرشون به اون درجه بالا رفته است که حق رو قبول ندارند. آیت قرآن میگویی میگد که نه، حدیث میگویی میگد که نه. صدها آیت قرآن رو میاری، تمام سخن علما رو میاری، تمام حدیث ها رو میاری، 15 سال 20 سال علم خونده ات رو میاری، در یک وقتی کوتاه ذکرش میکنی که دموکرات شرک است. حرکت برای تطبیقش نکن. همین خوب است نگو، بیرقش رو نبردار، ارادهش رو نکن. نگو که اول دموکرات بعد به اسلام میرویم. اول تطبیق دموکرات نگو. دموکرات را دست نگو، این همه شرک است، تو مشرک میشوی. کبر میکند و قبول ندارد. امتناع میکند. امتناع یعنی پیوسته سرکشی میکند. الایباء سرکشی میکند. و همین کبرش و همین سرکشیش سبب میشود که حکم الله را ترک کند و روی از حکم الله گرداند. ببینید همین سبب ها سبب شده است که اینها حکم الله را ترک کردند و روی از حکم الله گرداندند. اینها اصلا آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است در مسئله قتال، در مسئله سبحان الله جنگیدن به خاطر کلمه الله سبحانه و تعالی و حکم جاری کردن حکم الله رسول، اینها بدشون میاد. اینها دوستداران کفار هستند، اینها کبر دارند، اینها متکبرانند. و یکی از صفت اینها همین است که اینها اتباع الهوى، پیروان هوای هوسشون هستند. والله قسم به الله هر کسی را دیدید که حکم الله را ترک میکند یا که از حکم الله اعراض میکند و روی میگرداند یا که خودش را سلفی میگوید یا مسلمان میگوید یا چیزی نمیگوید، حکم الله را حکم کردنش را فرض نمیداند، یعنی واجب نمیداند، یا که حکم کنندگان به حکم غیر الله را یا مراجعت کنندگان به سودهای غیر شرعی را مشرک و تکفیر نمیکند، مشرک نمیشه صحبت. اینها پیروان هوای هوسشان هستند. اینها پیروان هوا هستند، پیروان هوس هستند. به مانند فرقه های باطل، به مانند مذهب های باطل، به مانند حزب های باطل. این حزبی ها، این گروه ها و این چنین مدخلی ها، اینا پیروان هوا و هوس خودشان هستند. و یکی از صفات های اینها همین است که اینها پنجمین صفتشان پیروان شهوتشان هستند. به خواست شهوتشان حرکت میکنند. قسم به الله اینها فقط به مصلحه خود نظر میکنند، میبینند که به خودشون چه فایده دارد، میبینند که تطبیق کردن حکم الله، اراده کردن حکم الله این به خودشون ضرر است، قبول ندارند. اینها پیروان شهوتشون هستند. اینها حالا دموکرات میگند، همه جا گویا برای اینها خوب است، زندگی میکنند، مبلغ میگیرند، اما از روز آخرت بیخبرند که الله به این اعتقادشون به جهنم میبرد. قسم به الله هر کسی که پیرو از نفسش میکند، پیرو شهواتش باشد، نتیجهش همین است که اینها ترک حکم میکنند، اعراض از روی از حکم میکنند و اینها والعیاذ بالله اصلا توحید حکم را انکار میکنند. و شیخ خالد المرض الغامدی میگن که این چنین انسان هایی که حکم را ترک میکنند و روی از حکم میگردانند، یکی از سببهای این همین است که اینها مصلحه های شخصی خود را، مصالح شخصی خود را، حاجت های دنیوی خود را، کیف و صفا و تجارت خود را پیش از مصلحه مسلمان ها، پیش از مصلحه دین میدانند. قسم به الله این حق است. الله شیخ را حفظ کند و از
این حبس ها و زندان های طاغوت ها نجاتشون بدهد. در حقیقت سخن درست گفتند. کدام کسی که حکم الله را نمیخواهد یا حکم غیر الله را میخواهد، کدام کسی که سرکشی از حکم الله میکند، میبینید که مصلحه خودش را از دیگر مصلحه ها پیش میگیرد، فایده خودش را از دیگر فایده ها پیش میگیرد. فایده وی چی؟ فایده دنیوی، فایده عیش و عشرت و کیف و صفای خودش را از دیگر فایده پیش میگیرد. اعتقاد توحید الحکم برای مصلحه دنیوی اونها ضرر دارد. گویا سبحان الله، سؤال و جواب الله با این چنین انسان ها بین شدید و سنگین است. و یکی از دیگر صفت اونها همین است که الظلم و الفسق، کسانی که ظالم هستند، کسانی که دزد هستند، غالبا اینها نمیخواهند که به حکم الله حکم کرده شود، نمیخواهند، حکم الله را نمیخواهند. پس ببینید کسلی هایی که به همین سبب کسلی انسان حکم الله را نمیخواد و از حکم الله اعراض میکند. پس برادران و خواهران عزیز، حرکت کنید که از این کسلی ها خودتون را نجات بدهید، از این مشکلی ها خودتون را نجات بدهید. بارک الله فیکم. پس به مسئله دیگر وارد میشویم. مسئله دیگر این است که مسئله البته بزرگ است، موضوع بزرگ است. موضوع این است که طائفه هایی که واقع در حکمی بغیر ما انزل الله شدند. به عباره دیگر بگوییم اون کسانی که طائفه هایی که حکم بغیر حکم الله و رسول میکنند و در شرکی حکم واقع شدند و توحید حاکمیت را ترک کردند. آنهایی که واقع در شرک حکم شدند طائفه های کم نیستند، طائفه های بین‌نهایت زیاد هستند. در همین امت که خودش را به اسلام نسبت میدهد طائفه های زیادی به حکم غیر الله حکم میکنند. طائفه اول این امرا و حکام است، امیرها و حاکمها، آنهایی که شرکشان در حکم است و در قانون براری است، التشریع قانون براری است، از جهت اینکه اینها قانون میبرارند و شریعت الله را تبدیل میکنند، تغییر میدهند، یا که یک شریعت نو میسازند، یک دینی نو میسازند و به همین قانونی برآورده اشون یا قبول کرده اشون مردم را حکم میکنند و مردم را مجبور میکنند. همین امیرها و حاکمها و رئیسها و پرزیدنتها است. و حکم غیر مسلمانی را، حکم انسانها را، حکم بگیم غرب را، یا حکم خودش ساخته را، یا حکم 4-5 ملحد و الکگولیک ساخته را به بالای مسلمانی مجبورن چی میکنند؟ سبحان الله، تحمیل میکنند. به بالای مسلمان ها مجبورن همین حکم انسان ها را تطبیق میکنند. سبحان الله، به شرک تشریع واقع میشوند، قانون میبرند و حکم به همین قانون های ساختگیشون میکنند و مردم را مجبور میکنند که به همین قانون اطاعت بکنند. اولین کسانی که، اولین طائفه که به شرک حکم بغیر ما انزل الله واقع شده است همین امیرها و حاکمها است. و امروز پرزیدنت ها، تمام پرزیدنت هایی که امروز در روی دنیا وجود دارد و خودش را مسلمان میگه و به اسلام نسبت میدهد، همه اش مشرک است و مرتد است و کافر است. مشرک به خاطر اینکه قانون برآورد، تشریع این از صفت فعلی تدبیر الله است. مشرک در ربوبیت، حکم از رکن ربوبیت است، خودش را حاکم کرد، به حکم غیر الله حکم کرد. پس این مشرک در ربوبیت. سبحان الله، پس مردم را مجبور به همین حکم ساخته اش کرد. مشرک و شریعت را تغییر داد، تبدیل کرد، کافر است. از چندین جهت چخیلی که ما گفتیم این چنین انسان به چندین نواقض اسلام، به 5 نواقض اسلام واقع می شود. دومین طائفه که به حکم بما انزل الله واقع شدن، اینها رؤسا، چخیلی که گفتیم رؤسا، کمی اگر وسیع‌تر بگیم رؤسا کسانی که
امر میکنند به انسان هایی که در زیر تسلط اونها هستند یا در زیر سلطنت اونها، در زیر ریاست اونها هستند، امر میکنند به حکم الله. سبحان الله. و اینها اطاعت میشوند در معصیت الله. اینها غیر قسم اول هستند. اینها غیر، البته رئیس گفته ما میتونیم امیر رو گوییم یا حاکم رو گوییم، لیکن امیر و حاکم معروف است که عادتا اینها بزرگترند، اما رئیس میتواند که یک انسان عادی هم رئیس باشه. رئیس یک کارخانه، رئیس یک کارخانه هم میتواند که مشرک در حکم الله باشه. چی قانون میبرد که در کارخانه من نماز نمیخوانید، وقتی نماز ظهر شد نماز نمیخوانید، به کارخانه من به حجاب داخل نمیشوید. انا من حکمی ساخته اش است و انا من حکمی غیر الله است. پس این انسان، این چنین انسان ها مشرک است. این چنین انسان ها به مانند رئیس ولایت ها باشد یا که رئیس یگون منصب باشد، این کس ها عادتا قانون نمی سازند. این چنین انسان ها عادتا قانون نمی سازد، فقط امر میکند به سبحان الله معصیت الله سبحانه و تعالی. یا که از بالا امر میگیرد و بعد زیر دستش بوده همین امر اجرا میکرد. رئیس ولایت از پادشاه امر میگیرد و همین در زیر دستش بوده انسان ها رو مجبور میکند که اطاعت بکنند. اینها مشرکند و اینها به حکم بغیر ما انزل الله واقع شدند. و سومین کسانی که یا سومین طایفه که به حکم بغیر ما انزل الله واقع می شود، عادتا اینها شیخ ها هست، بگویم امام ها، یا که عارف ها، زیایی ها، عارف های قبیله، پیشواهای قبیله. وقتی که یک منازعه و اختلاف و مشکلی در دهه یا در یک منطقه می شود، این پیشواهای قبیله، پیشواهای دهه می آیند و این اختلاف را با یک مصلحه حل میکنند به حکم غیر الله و رسول، بین رازیگی و غیرکتی. همیشه رازیگی شدن، همیشه به مصلحه حل کردن و به راضی شدن حل کردن، این حکم الله نیست. مثلا یک دوز چیزی بسیاری را دزدید، بعد از دستگیر کردن دوز یک روزگی کنن، خیر دوز کمش جریمه دهد، آزاد است، گفتن این حکم غیر الله است. مثلا یا یک کسی دختری کسی را زنا کرد، بعد از این دستگیر کردند، این رئیس ها بشیند اون کسی که زناش دست خیر گوید بخشیدم، به من فلان سوم دهد شد، این البته حکم الله نیست. حکم الله باید دست دوز بریده شود. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. پس همیشه صلح کرده نمی شود. حکم الله و رسول باید حکم الله و رسول تطبیق کرده شود. بارک الله فیکم. و این چنین کسانی که به حکم کردن به حکم غیر الله واقع شدن، این علما و احبار است. علما و امام ها به درجه می رسد بعضی از گمراه های علما که حلال کرده الله را حرام میکند یا که حلال الله را حرام میکند. و مردم هم به همین علما، احبار و رهبان اطاعت میکند. یا که پادشاه قانون میبرارد، یک طاغوت قانون میبرارد به ضد قانون الله و رسول، این علما و این امام ها به مردم تلقین میدهند، به مردم میگن که همین قانون درست است. اینها هم حکم به غیر حکم الله کردند، به شرک واقع شدند. پادشاه قانون میبرد که حجاب از ما نیست، عالم را ببین، امام را ببین که چیکار میکند این طرف و اون طرف، اونم موافق است. ریش از ما نیست، اینم موافق است. ربا حلال است، اینم موافق است. والعیاذ بالله. اینها همه
طائفه هایی که به حکم غیر الله و رسول واقع شدند. پس با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز باقی مانده از طائفه هایی که به حکم غیر الله و رسول حکم میکنند و عادتا از اونها همین چیز رخ میزند صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.